سلام به همه شما عزیزان. امروز میخوایم در مورد یه نرم افزار فوق‌العاده صحبت کنیم، شارژپد. اگه شما هم از دردسرهای حسابداری و پرداخت شارژ خسته شدید، ما اینجاییم که به شما کمک کنیم. شارژپد یه نرم افزار جادوییه که همه چیز رو براتون آسون میکنه. دیگه لازم نیست برای حساب کتاب دنبال کاغذ و قلم بگردید. شما میتونید مثل یه سوپرمن مدیریت کنید. مدیر شما با این نرم افزار میتونه مثل یه سوپرمن همه چیز رو مدیریت کنه. با شارژپد شفافیت در پرداخت‌ها به اندازه شفافیت شیشه است. دیگه خبری از سردرگمی و تأخیر در واریزی‌ها نیست. هر واحد به سادگی میتونه صورت حساب رو چک کنه و از وضعیت پرداختی خودش مطلع بشه. به همین سادگی. این فقط شروع کاره. شارژپد امکاناتی برای مدیریت انبارداری هم داره. یعنی ساکنین میتونن از وضعیت موجودی ها اطلاع داشته باشن و اونا رو ببینن. یعنی دیگه نیازی نیست نگران گم شدن قند و شکر باشید. مدیرا میتونن تمام قراردادها رو در یک فضایی داشته باشن و دیگه نگران کاغذهای گم شده نباشن. فراموش نکنید که با شارژپد میتونید گزارشات مالی رو در فرمت‌های مختلف هم بگیرید. یعنی مثل یک نابغه مالی به تمام اطلاعات دسترسی دارید و میتونید بهترین تصمیم‌ها رو بگیرید. پس اگه به دنبال یک روش عالی کارآمد هستید، بهتره از مدیر ساختمون خودتون بخواید که شارژپد رو نصب کنه و بهش سر بزنه. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه کلمه حساب رو زیر همین پست کامنت کنید. شارژپد، مدیریت کارآمد برای زندگی بهتر.